رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی از رفت کارهای آمادگی به سال خونش نو سال 2022-2023 و ذخیره برای زمستان به یکچند مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی شهر تشریف برد. در آغاز رئیس شهر از مؤسسه تحصیلات میانه ایلوگی رقم 1 دیدن نمود و از رفت آمادگی مؤسسه برای سال خونش آشنا گردید. در مؤسسه مذکور 878 نفر خواننده تحصیل می نمایند که به آنها 46 آموزگار در دو بست درس می گویند. در آنجا 34 محفل عمل می نماید و دارای 118 گروه است. در رفت بازدید از صنفخانه های کامپیوتری و دوزندگی عبدالخالق خالقزاده سپارش داد تا با جلب متخصصان با تجربه مؤسسه را به طور زمانوی تعمیر نموده با تکنیک و تجهیزات نو مجهز گردانند. پس از آن رئیس شهر با هیئت همراهانش از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام ایوان پیتروویچ رزین بازدید نمود. به رئیس شهر اطلاع داده شد که در مؤسسه 100 نفر آموزگار در دو بست به 2280 نفر خواننده تعلیم می‌دهند و درس با زبان‌های تاجیکی و روسی به راه مانده شده است. ضمن سفر رئیس شهر آموزگاران مکتب دست جمعانه به تعمیر و ترمیم مشغول بودند. تالار مکتب در سال خونش نو پورا به طور معاصر با کمک پدر و مادران از تعمیر زمانوی برآورده شده است. عبدالخالق خالقزاده با آموزگاران صحبت نموده تاکید داشت که تربیت نسل سالم این بنیاد جامعه پیشرفت بوده تنها از آموزگار منشأ میگیرد. با این خاطر ما باید به تربیت نسل نورس دقت خاص دهیم. اینچنین از رفت آمادگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام اسماعیل سامانی آشنا گردیده قید کرد که تا آغاز سال خونش نو روزهایی به شمار باقی مانده است و مؤسسه ها پوره باید آماده باشند. رئیس شهر از ذخیره انگشت و هیزم برای زمستان گذرانی بازدید نموده برای رفع مشکلی های جای داشته مسئولین را وظیفه دار نمود. در صحبت با معلمان مکتب مذکور رئیس شهر یادآور شد که مکتب این مکان تعلیم و تربیه بوده شکل ظاهری آن نیز باید به طلبات جوابگو، زیبا و دارای همه تجهیزات‌های معاصر باشد. رئیس شهر از آمادگی به سال خونش ذخیره زمستان مواد خوراکی و شرایط مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 11 به نام فیروزه، مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر، تالار ورزشی پهلوانان سوغدی، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی افتابک، مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 به نام مادر و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 آشنا گردیده برای سری وقت برطرف نمودن کمبودی دستور و سفارش‌های مشخص داد. بازدید رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده از دیگر مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی ادامه دارد و در گزارش‌های آینده از رفت آن معلومات بیشتر خواهیم داد. گزارش مرتبه رحمان و وش حسین صالحوف.